خب سلام دوستان و خیلی خوش اومدید به دومی کال آف دیوتی موبایل. آره دیگه آقا امروز چند پیش من رفتم گرن مستر 3 ایسکینر رو بهم داد. ببینم چه شکلی هستن، چطوری حال میکنیم باش. حال میکنم نمیدونم. ای خدا این روزا پینک خرابه. آقا امروز دیگه فاز شادخانی بهم دست داده اصلا نگم براتون. 117 و شادخان هر دوتاشون انده را برداریم. هر کنم داک شپرد متیک تو بازیه. بچه راستی کیوشونن قصدیه کنن تا چند روز دیگه یا شاید یه هفته دیگه بتونم بزنمش. داک شپردم هنوز یه 3 ماهی هست. داک شپردم نکنم ولی خب یه احتمال 5-6% هست داک شپردم بگیریم تا ست هم اسکین متیک هم گان متیک فول بشه. آقا ببینیم نصیب میشیم چی میشیم. همین اول کاری شاتگان بیجه داداش چطوری فرام میکنی؟ خانم من نکشنش تو حتما میاد میکشتیش. خودی پین چرا خراب شده؟ چه کی دوزی هست یا حاجی پینیر من چرا اینطوریه خدا. بازی شده اصلا نمیتونم حرف بزنم. پینک من داره میبینیم خواهتون اصلا گندیده نمیدونم چرا قرده 1 کیلو چرا 147 هم برمیدم یعنی بی وای 15 هم برمیدم دیونه شدم. من بی وای 15 هم دوست داره. انیمی نصیب ما نمیشه هرچی میاد دستم چون میشود اومدن دوزیدن کسافت ها. مرچم بود ایش پارت اول رو فکر کنم توی آلکاتراز، پارت دوم توی مپ گرو بلو نمیدونم با اسمش چرت پرته. این انشالله پارت بعدم تو ایزولیتده اگه حمایت چه پارت بعدی تو ایزولیتد گرفته میشه. ببینیم اونجا چه خبره. حتما میدونیم چه خبره. ببینیم اونجا میتونیم بگیریم. آجی تو آنکاتاس که از شانس بدمون نتونستیم و شده سوم.
117 بقیرم هم شماره 1 بود برام اما کیل دازی میکرد ای کس منم رکورد هستیم آره یس اینجا صداتر خوب میاد امیدوارم اینجا باشه چند تا بات سرگردان آقا بریم ببینیم اینمی پیدا میکنیم یا نه نمیکنیم چه روزگاریه یکی فرودم گاندراپ اومده من برم سیمتر گاندراپ پینگ من انقدر بده اصلا بابا چرا اینقدر یا برفت بیا الانم پلیرم به خوردم خورد دیگه چون نبوده داداش من زحمتشو کشید میام کشید چیزشو آورد میام صدایی دم مردی که بدبخت کجایی بیا حالا با من رو در روش کنو داشت کجا رفت وای آره وایو حواسم نبود آجی حاجی حواسم نبود بیچواردن جان یه چند ثانیه دوام میاری یکی دیگه هم هستم گاندراپ این راستی یعنی که نه گان نکشیدم من یه دست من این نشون رو بکشم داشت یه دست بیاد داشت کشد ای خودمونیم ما ولی خودکشی هم لذت خودشو داره این دسته شرمندم خیلی دست پر کیری نبود زیاد نتونستیم بکشیم ولی خوب شونه باید بیادش کار دارم داکشپر بیادش دمت گرم یادم
حاجی اینش چقدر خوشگله اصلا. من میخوام انا سیدورو آقا بپریم وسط میپریم وسط. غلط کردم داداش. آی پشت سرتم. حاجی من شاد کنم. حاجی این بی کمتر تیر داره. من با امید این که تیر داشته باشه اونم بشنرم. این بدون کمتر داشت. آقا به کم تیری شاتگان خوردیم. پایان خوب. داشت تیر شاتگان نداشت. سلام ویچ واردن آی ویچ واردن نمیگم ویچ واردن نجشه داک چپرد بچ. دوستان عزیز لطفا صبر کنید من خودم دارم میمیرم الان. ریوایش الان داریم به چخ میره همون. وای یه دونه شاتگان اینجا نیست یعنی واقعا. دارن میان تی شاتگان نشه بذار برم. عجب خیلی بینگو بدبخت این پینگ نخورد. ببین یه تیر کلن دارم نتونم بزنم با همین یه دونه تیر. بدبخت با کاش دیگه راحت باش داداش. من قصدش منو بکشه. پینگمون گنزه با چرا این روزایی پینگ ایرانی طوری هستن. به ایران من توقعی میتونم داشته باشم. عجب اجازه داره داداش. خوب زنده میشم راضیم. حاجی همه دارن میمیرن. جمع نمیره بود. آره اینی میسی پنشن. حاجی همه دارن زرد. یه گانی به من داد اصلا نه یارو بیا طرف من عملا جرم چون دکش پرده داشت چیکار میکنی بیا بمیر. ای دوم شدیم آجی. نه یه کوچولو بودید کنو حتی این پینگ منم یاری نمیکنه نه ایشون یه ذره نه آره چکار نداره. یه دست قرنی یه ذره چای میخوریم در حال چای به من درخواست ندارم که در حال چای خوردن با تون خداحافظی میکنم. خب من از ویدیو خوشتون اومده باشه. انشالله در ویدیو بعدی خواهم بود. نه خداحافظ.